دادگاه شهر دوشنبه روز پنجشنبه 6 اکتبر وکیلان دفاع بزرگمهر یاروف را به 23 سال و نورالدین محکمov را به 21 سال زندان محکوم کرد. طبق حکم دادگاه هر دو جزا را در زندان نظامش سنگین ادا خواهند کرد. قرائت حکم دادگاه وکیلان شام 6 اکتبر برگزار شد. رستم تقدیرزاده ایدارکننده دولتی روز 19 سپتامبر از دادگاه برای این دو متهم متناسباً 25 و 23 سال زندان را طلب کرده بود. دادرس اسام‌الدین باباخانزاده ضمن قرائت حکم گفته است که در جریان مرافعه دادگاهی همه اتهامات نسبت مجرمان از جمله اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، دینی و دعوت به تغییر ساخت کنستیتوسیونی اثبات خود را یافته است. اما بزرگمهر یارو و نورالدین محکم همه اتهام وارده علیه خود را رد کردند. در پایان مرافعه وکیل دفاع و پیوندان بزرگمهر یارو گفتند که بعد دسترس شدن حکم دادگاه از بالای این قرار شکایت کاساسیونی خواهند برد. هم نورالدین محکم و هم بزرگمهر یارو در سخنرانی آخرین خود در هفته‌های گذشته اتهامات وارده را رد کرده قضیه‌های خود را دارای انگیزه‌های سیاسی نامیدند. در آستانه صادر شدن حکم دادگاه چندین سازمان مدافع حقوق انسان و وکیلان دفاع اینچنین حکومت‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و هومن رایتس واچ بلافاصله آزاد شدن وکیلان دفاع را طلب کردند. روز 29 سپتامبر سال 2015 وزارت کارهای داخلی با پخش یک خبرنامه در سامانه خود اطلاع داد که بزرگمهر یاروف با اتهام قلابی و ساختکاری سندها بازداشت شده است. مقامات تفتیشاتی بزرگمهر یاروف در ماه دکمبر سال گذشته باز با 3 ماده دیگر کدکس جنایی از جمله دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افراطگرایی متهم دانستند. این بود که در ماه‌های اخیر مرافع دادگاهی بزرگمهر یاروف و نورالدین محکمov با ماده‌های 307 و 307 پریم 1 و 189 کدکس جنایی یعنی برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، دینی و دعوت به تغییر ساخت کنستیتوسیونی جریان داشت. سازمان‌های مدافع حقوق انسان میگویند که این دو وکیل دفاع برای حمایت از حقوق اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت و مجرم شدند. هومن رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژ دو سازمان حامی حقوق انسان بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که 4 وکیل مدافع بازداشت شده و 2 پسر یک وکیل دیگر را که نیز در بازداشتگاه قرار دارند بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کنند. در گزارش این دو سازمان که بار اول ماه می سال روان با نام تاجیکستان وکیلان حقوق بشر را آزاد کنید نشر شد گفته می شود که از سال 2014 به این طرف در تاجیکستان دست کم 5 وکیل مدافع شهرت قدرتوف، فخرالدین زاکیرو، بزرگمهر یاروف، نورالدین محکم و دلبر داداجانова و همینطور فیروز و دلیر تبروف‌ها 2 پسر وکیل دیگری شناخته اسحاق تبروف با اتهامات مختلف دستگیر شده. از این میان تنها فخرالدین زاکیرو بعد 2 دفعه بازداشت‌های طولانی رها یافته است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.